دیو سه چشم و پسر هیزم شکن. مؤلف علیرضا مافی. خوانش گلی قصه گو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در کنار جنگل بزرگی هیزم شکن فقیری زندگی میکرد. هیزم شکن پسر کوچکی داشت. روزها هیزم شکن به جنگل میرفت تا هیزم جمع کند و پسر هم به مدرسه میرفت تا درس بخواند. آنها زندگی خوب و راحتی داشتند. روزی از روزها مرد هیزم شکن مریض شد و مجبور شد برای مدتی در خانه بماند و استراحت کند. او غیر از پسر کوچکش کسی را نداشت. برای همین پسر در خانه ماند تا به پدرش کمک کند و برایش غذا بپزد. هر روز که می‌گذشت حال مرد بدتر می‌شد. پسر می‌خواست پدرش را پیش دکتر ببرد، اما پولی در خانه نداشتند. این بود که تبر پدرش را برداشت تا به جنگل برود و هیزم جمع کند و با فروش آنها برای پدرش دارو و غذا بخرد. اما وقتی پسر اولین ضربه را به درخت زد، دسته تبرش شکست. پسر ناراحت شد. نمیدانست چه کار کند و بدون تبر چطوری هیزم بشکند. ناگهان صدایی به گوش او رسید. وقتی روی زمین را نگاه کرد، دید کنار درخت یک بطری افتاده است و داخل بطری هم موجودی عجیب با 3 چشم درشت او را نگاه می کند. آن موجود 3 چشم التماس کرد و گفت: در این بطری را باز کن و مرا از این زندان نجات بده. پسر که خیلی مهربان بود دلش سوخت و در بطری را باز کرد. ناگهان سر و صدای عجیبی بلند شد و از داخل بطری موجودی 3 چشم بیرون آمد و به دیو وحشتناکی تبدیل شد. دیو 3 چشم پسر بچه را گرفت و گفت: الان تو را میخورم، چه غذای خوشمزه ای. پسر فکر کرد و با خودش گفت: نباید بترسم. اگر بترسم این دیو بدجنس مرا میخورد. باید گولش بزنم و هر طور شده او را داخل بطری برگردانم. پسر بچه قیافه خیلی عادی به خودش گرفت و گفت: اگر میدانستم که اینقدر ضعیف و ناتوانی تو را آزاد نمی کردم. از این حرف پسر دیو 3 چشم ناراحت و عصبانی شد و گفت: چی؟ من ضعیف و ناتوانم؟ پسر گفت: بله، تو اگر راست میگویی داخل این بطری برو و در آن را باز کن. دیو گفت: باشد، میروم و نشانت میدهم که چقدر قوی هستم. دیو 3 چشم کوچک شد و رفت داخل بطری. پسر هم فوری در بطری را بست. حالا دیو دوباره کوچک شده بود و هیچ کاری از او بر نمی آمد. دیو که فهمید اشتباه کرده است التماس کرد و گفت: معذرت می خواهم، مرا آزاد کن، دیگر آزاری به تو نمی رسانم. پسر که خیلی مهربان و باگذشت بود در بطری را برداشت و دوباره دیو را آزاد کرد. وقتی دیو 3 چشم به حالت اولش برگشت گفت: خیلی ممنونم که مرا آزاد کردی. حالا من در خدمت تو هستم و هر کاری بگویی انجام میدم. دیو به عنوان قدردانی به پسر گنجی داد. پسر با آن پولها پدرش را پیش دکتر برد و برایش دارو خرید.
چند روز بعد حال پدرش خوب شد. حالا همه چیز مثل سابق بود. پدر به جنگل میرفت تا هیزم جمع کند و پسر هم به مدرسه میرفت تا درس بخواند و چیزی یاد بگیرد. پسر از کاری که کرده بود خیلی خیلی خوشحال بود.